سلام دوستان، صبح همگی بخیر. دوستان یه مطلبی رو میخواستم برای شما عرض کنم. ببینید ما کارگرای افغانی تو این کشور ایران چقدر زحمت میکشیم. ببین الان صبح ساعت 5 نشده، من 4 صبح، یعنی نه اینه که الان کارگر اونجا اومده، پیرمرد ضعیفه بیچاره. نگاه کنی که الان باید اونا همهشون توی خانه نشسته باشن، بازنشستگی و بجین. حالا ما از اوناش گذشته تو کشور ایران چقدر زحمت داره میکشیم و باز هم اینا قدر نشناس هستن. ببینید این بلال اونور کشاورزی فلفل و دیگه، نه تنها همه چی هستن. خب ایرانی الان توی خواب ناز تشریف دارن همگیشون، نمیگه منت نیست. خب ما کدام پول اضافه خدای نکرده پول مجانی از اینا درخواست نکردیم و نگرفتیم هیچ موقع، و هیچ افغانی پول مجانی از کسی نمیگیره. نگاه کنید دوستانی، شما قضاوت کنین و نظرات خود رو کامنت کنین. ممنون از حمایت شما. حالا یخ خورده رئیس، خب ببینید نه وسط سفره نشسته. حالا با این چی بگی؟ چیکارش کنم؟ بالون لایک فالو یادتون نره بچه ها. ببین با این چیکار کنم من.